این سریال عشق ابدیه چیه؟ اونو دیدی؟ میدونی من داشتم به همین فکر میکردم که چرا این سریال انقدر جذاب شده برای آدم‌ها و چرا انقدر چالش دارن. یه خورده شروع کردم نگاه کردم دیدم که روانشناسای زیادی راجعش حرف زدن ولی یه نکته خیلی مهمی رو اینا فراموش کردن و اون هم این هست که یه تحقیق روانشناسا کردن دیدن که اکثر آدم‌ها اون چیزی رو که میگن با اون چیزی رو که باور دارن یکی نیست لزوما. میلگرام توی آزمایشاتش به این نتیجه رسید آدم‌ها خلاف اون چیزی که میگن رفتار میکنن. یعنی در وهله اول ممکن آدم‌ها خیلی اخلاقی به نظر برسن توی عمل کار دیگه میکنن. بر همین در واقع وقتی ما احساس میکنیم یک نفری بالای سرمون ما رفتارمون خیلی اخلاقی تره پس خیلی غیر طبیعی تره. یکی از راههایی که میشه از اون محیط خارج کرد اینه که اون رو هیجانی بکنیم. چرا وقتی آدم‌ها هیجانی میشن مغزشون اتوماتیک فرمان صادر میکنه. در واقع شما چه زمانی میتونید مچ این آدم‌ها رو بگیرید؟ زمانی که هیجانی میشن و کنترل دستشون در بیاد. اون میشه خود اون شخصه. آن چیزی که مهمه توی این سریال عشق ابدی فکر خیلی جدی نگیرید چون که همین‌ها نمایشه و همین‌ها دارن تلاش میکنن تصویر خوبی از خودشون نشون بدن ولی چه زمانی میتونید اونها رو مچشون رو بگیرید؟ زمانی که بسیار هیجانی میشن. تو هیجانات بالا اون وقت فرد کنترل دستش خارج میشه و رفتار خودش رو نشون میده. حالا اگر شما دوست دارین تحلیل کنین شخصیت‌ها رو بعد از اینکه هیجانی شدن میتونید بهش بپردازین. دوست دارم بگین کدوم شخصیت رو دوست دارین تا براتون تحلیل بکنم و کامنت بذارین برام اسمشون.